در عصبانی نداشتن دوست پسر و با پدر و برادران خود تحفه گرفتم. چی تحفه گرفتی؟ با پدر خود عطر و برادرانم باشد گردنبند تحفه گرفتم. هم بله جشن میگیریم. برای کی تحفه خریدی؟ برای نغزیدن. چی تحفه خریدی؟ تحفه کتاب خریدم برای اون که کتابخونه به نغز ببینم. همه ساله 21 فوریه را قید میکردیم، چی در مکتب هم صنفانمان را تبریک میکردیم، چی در دانشگاه هم کورسانمان را و البته عزیزان دل پدر و برادرانم را با این روز فرخنده تبریک میکنم. امسال برای کی تحفه خریدی؟ امسال برای پدرم و برای هر دو برادرم تحفه گرفتم. چی تحفه گرفتی؟ برای پدرم عطر انتخاب کردم و برای برادرانم باشد برای برادری خردیم بازیچه و برای برادری کوانیم دفتری کیسگی انتخاب کردم. من همه ساله 23 فوریه را جشن میگیرم. هر سال برای پدرم شیرینی میخریدم و این سال باشد برای پدرم کتاب خریدم. برای کی تحفه خریدی در راستی گپ تحفه برای آن نفران میخریم که ارزش تحفه رو داشته باشند و تحفه برای پدرم خریدم، برای برادرم خریدم، چون پدرم نیز خدمت حربی را ادا کرده است و برادرم نیز عین حال در خدمت حربی قرار دارد. چی تحفه خریدی؟ چی تحفه خریدی؟ خب برای آنها سورپرایز است. چون انا مثلا در دایره همکورسان برای احترام مثلا جشن میگیریم، اما نه هر سال. بعد اساسا طریق تلفن اونهایی که خدمت کردگی هستند آنها رو تبریک میکنم. امک‌هایم مثلا تقوهایم که در مقامات امنیتی کار میکنن اونها رو تبریک میکنم و بیشتر همکورسان. از تجربه سالهای گذشته شیرینی دست جمعانه که تجلیل میکنیم شیرینی و یگان جا نشست برگزار میکنیم. برای کی تحفه خریدی؟ من برای پدرم و برای برادرم تحفه میخرم.